فکر میکنی که توی جنگ جهانی فقط با تفنگ و تانک میجنگیدن؟ نه داداش، اینا 5 تا از اختراعای عجیب و واقعی ان که توی جنگ جهانی استفاده شدن. اولیش تانک دوچرخه‌ای بوده. بریتانیایی‌ها یه تانکی ساختن که مثل دوچرخه پدال میخورد. نه موتور داشت نه سوت، فقط یه پدال بود و یه زره. ولی خب انقدر کند بود که قبل از رسیدن به دشمن خودشو میزدن. دومیش بمب پرنده ژاپنی بوده. ژاپنی‌ها بادبادکای غول‌پیکری رو ساختن که روشون بمب وصل کرده بودن و با جریان هوا میفرستادن سمت آمریکا. حتی بعضی‌هاش هم واقعا رسیدن و منفجر شدن. سومیش لباس نامری بوده. آلمانی‌ها داشتن روی یه پارچه مخصوصی کار می‌کردن که توی شب نور رو جذب کنه و دیده نشه. مفهوم اولیه لباس‌های استتار امروزی هم از همونجا اومده. و چهارمیش بمب صوتی آمریکایی بوده. آمریکایی‌ها یه نوع بمبی ساخته بودن که جای نابود کردن صدای عجیب تولید می‌کرد برای سردرگمی و روانپریشی دشمن. این بمب بعد از ترکیدن صدای جیغ و ناله و صدای عجیب از خودش میداده. و آخریش هم بمب کیک تولد بوده. نیروی مقاومت فرانسه توی کیک‌ها، نونا یا حتی صابونا بمب می‌ذاشتن. حالا به نظرت کدوم یکی از این اختراعات عجیب‌تر بودن؟ اگه دوست داری پارت بعدیشو برات بسازم حتما توی کامنت‌ها برام بنویس و لایک ویدیو فراموشت نشه.